بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. زینب نام موسوی اومده درباره اسطوره ادبیات و فرهنگ ما حکیم ابوالقاسم فردوسی جفنگیاتی باخته. ما لیبرال مسلکیم، آزاداندیش و آزادیم، هر چی بخوایم به او بگیم، اما نمیگیم. به جای ناسزاهایی که سزای خودش هست براش ابیاتی از شاهنامه میخونیم، بلکه متنبه بشه، بیدار بشه و بفهمه این گنج مال همه ماست، مال همه انسان هاست، نه فقط ما ایرانی ها که به داشتنش میبالیم. از داستان رستم و شغاد. چو با خستگی چشم ها برگشاد، بدید آن بداندیش روی شغاد. بدانست کان چاره و راه اوست، شغاد فریبنده بدخواه اوست. بدو گفت که مرد بدبخت و شوم، ز کار تو ویران شد آباد بوم. پشیمانی ناید تو را زین سخن، بپیچی از این بد نگردی کهن. برو با فرامرز و یکتاه باش، به جان و دل را نکوخواه باش. چنین پاسخ آورد ناکس شغاد، که گردون گردان تو را داد. تو چندین چه نازی به خون ریختن، به ایران به تاراج و آویختن. ز کابل نخواهی دگر یار سیم، نه شاهان شوند از تو زین پس ببین. که آمد که بر تو سرآید زمان، شوی کشته در دام اهرمنان. همانگه سپهدار کابل ز راه، به دشت اندر آمد ز نخجیرگاه. گو پیلتن را چنان خسته دید، همان خستگی هاش نابسته دید. بدو گفت کای نامدار سپاه، چه بودت بر این دشت نخجیرگاه. شوم زود چندی پزشک آورم، ز درد تو خونین سرشک آورم. مگر خستگی هات گردد درست، نباید مرا رخ به خوناب شست. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که ای مرد بد گوهر چاره جوی. سر آمد مرا روزگار پزشک، تو بر من مپالای خونین سرشک. حالا ای دشمنان فرهنگ و ادبیات و تاریخ ما، فردوسی مثل ایران همیشه پابرجاست. حکیم ابوالقاسم فردوسی. ما حتی شما رو هم دوست داریم که فحش میدید، ولی به خاطر معروفیت این کار نکنید. راههای زیادی برای معروفیت هست. برای خودتون زشته.